آخه کی دیگه برای تصفیه استخرش از این فیلتر استفاده میکنه؟ بندازش دور، به جاش بیاد بگم از چه وسیله باید استفاده کنی که آب استخرت رو تصفیه کنه، زلال کنه و دوباره تحویل استخر بده. تصفیه استخر سیار استفاده کنید، نیاز به موتورخونه نداره، اتصالاتش مهر ماسوره، راحت میتونید اون حمل و نقلش کنید. یه والف داره برای وصل کردن سرجارو، یه والف داره برای مکش آب برای تصفیه، یه کلوروزن خطی داره برای ضد عفونی که آب کاملا زلال بشه، 3 تا شوتکن داره پرتاب آبش هم که خودتون میبینید. از همه مهمتر سیستم ایمنیش طوری طراحی شده که اگه به هر عنوان پمپتون هوا بکشه به صورت خودکار خاموشش میکنه و دیگه خیالتون راحته که هیچ اتفاقی برای پمپ نمیفته. بریم ببینیم. پمپ خاموشش کرد، پیام رفته، خیالتون از همه چی راحت. آخر سرم بکپاش یادتون نره.